سلام، من فرزان من بهار و شما بیننده پادکست رسمی مجله گیاهخواری ایران هستید و ما در این شماره قصد داریم شما رو با برخی از اثرات دامپروری صنعتی بر محیط زیست آشنا کنیم. در چند دهه اخیر جهان ما به میزان هشدار دهنده‌ای دچار آشفتگی شده، در حالی که ما بی‌پروا مشغول تجاوز به طبیعت و برهم زدن تعادلی که میلیون‌ها سال قدمت داره هستیم. انهدام تدریجی وضعیت زیست محیطی سیاره به ما تاکید میکنه آگاهیمون رو تغییر بدیم و در نگرشمون تجدید نظر کنیم. اگه کسی بخواد به تلاش‌های انسان مدرن در رابطه با مراقبت از سیاره به خصوص در 50 سال اخیر امتیاز بده، نمره ما قطعاً نمره مردودیه. زمین به طور مخاطره‌آمیزی رو به زواله، چون ما نتونستیم پیوند خودمون با انواع گونه‌های حیات رو درک کنیم. همه موجودات زنده از نظر زیست محیطی نقش‌های مهمی بر عهده دارند و حیات اونها به طور مستقیم یا غیر مستقیم با هم در ارتباطه، از میکروب‌ها گرفته تا حیوانات و انسان‌ها. شاید تصور کنیم آلودگی محیط زیست فقط توسط وسایل نقلیه یا کارخانجات صورت میگیره. اگر اینطور فکر میکنیم در باورهامون تجدید نظر کنیم. صنعت گوشت با ایجاد آلودگی آب و هوا، خاک، قطع درختان، کاهش منابع آب، فرسایش خاک، بیابانزایی و گرمایش زمین به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباطه. گزینه‌های غذایی ما هم میتونن در آسیب رسوندن و هم در بهبود محیط زیست مؤثر باشن. شاید نگران بودن درباره چیزی که در حال حاضر از اذهان عمومی دوره کار دشواری به نظر بیاد، اما این موضوع واقعیت داره و کمک تک تک شما رو میطلبه. در ادامه قصد داریم شما رو با برخی از تأثیرات دامپروری صنعتی بر محیط زیست به طور خلاصه آشنا کنیم. جنگل‌ها که محل سکونت غیرقابل جایگزینی برای گیاهان و حیوانات جهانند، به منظور کاشت غذای دام یا چرای اونها به سرعت در حال تخریبند. شاید باور نکردنی باشه، اما هر سال فضایی از جنگل‌ها به مساحت کشور سوئیس برای صنعت گوشت در حال نابودیه. آمار و ارقام نشون میده برای تولید هر همبرگر بیش از 7 متر مربع جنگل‌ها تخریب میشه. نابودی درختان آسیب جبران ناپذیری به محیط وارد میکنه که یعنی مواجهه با زمین‌هایی که نمیتونن آب رو در خودشون نگه دارن، یعنی سیل‌هایی که خونه‌ها رو تخریب و خانواده‌ها رو آواره میکنن، یعنی انقراض گونه‌های بیشماری از موجودات که خونه‌هاشون رو از دست دادن. وابستگی موجودات به همدیگه باعث میشه اون چیزی که برای یک مخلوق بیهوده محسوب میشه برای بقای موجود دیگه حیاتی باشه. شاید نابودی برخی از موجودات برای ما اهمیت چندانی نداشته باشه، اما بعد از مدتی قطعاً زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میده. برای مثال چند دهه قبل در برخی از کشورهای آسیای شرق صادرات پای قورباغه یک تجارت سودآور بود، تا اینکه جمعیت پشا از کنترل خارج شد و مالاریا شروع به کشتن انسان‌ها کرد. علت این بود که قورباغه‌ها با خوردن پشه‌ها کنترل کننده جمعیت این موجودات هستند، اما کشتار اونها تعادل طبیعت رو برهم زد و انسان رو درگیر کرد. درختان دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا هم هستند. اونا دی اکسید کربن رو جذب می‌کنن و اکسیژن پس میدن. این در حالیه که ما با بهره‌گیری از سوخت‌های فسیلی مشغول تولید دی اکسید کربن هستیم و به جای حفظ درختان در حال کاهش پوشش سبز زمینی. درختان همچنین میتونن با انتشار رطوبت در هوا منجر به بارش باران بشن. این موجودات بهترین دوستان ما در کمک رسانی به بهبود وضعیت سیاره هستند. فراموش نکنیم اگر پاکسازی هوا رو هر چه سریعتر آغاز نکنیم، ممکنه مجبور بشیم اکسیژن رو هم در لیست خریدهای آینده‌مون بذاریم. شاید بعید به نظر برسه، اما فروش بطری‌های آب معدنی هم به نظر مردم 100 سال پیش عجیب بود. خاک غنی یا قابل کش شالوده اساسی حیات ما بر کره زمینه، چون میتونه رطوبت رو در خودش نگه داره و از طریق تغذیه گیاهان سایر موجودات رو نیز تغذیه کنه. پویسازی خاک سبب نابودی تمدن‌های بسیاری شده. دامپروری صنعتی با قطع درختان استحکام خاک رو کاهش و فرسایش اون رو به شدت افزایش داده. نفوذ انواع آفت‌کش‌ها به خاک و آب هم که در نهایت به بدن انسان منتقل میشه، عامل مخرب دیگه‌ای برای زمینه. این روزها آبراه‌های ما هم چیزی به جز ترکیبی از مواد سمی نیستن.
بسیاری از دریاچه‌ها و رودخانه‌های بکر سابق در لبه مرگ بیولوژیکی قرار گرفتند. سموم و فاضلاب دامداری‌ها مهمترین آلاینده‌های آب‌های ما هستند. جدای از این، میزان آب مصرفی برای صنعت دامپروری از هر صنعت دیگه‌ای پیشروی می‌کنه. تولید 1 کیلوگرم گوشت قرمز حدود 15,000 لیتر آب می‌طلبه. این در حالیه که برای تولید همین میزان سیب زمینی فقط حدود 287 لیتر آب کافیه. اما مسئله مهم دیگه این که صنعت گوشت یکی از عاملین اصلی گرمایش زمینه. همونطور که میدونید یکی از ویژگی‌های دیوکسید کربن منع خروج آنی گرما از زمینه. گاز متان که بخش زیادی از اون از فضولات دام منتشر میشه محبوس کننده دیوکسید کربنه. هنگامی که میزان متان در سیاره افزایش پیدا کنه، دیوکسید کربن محبوس هم گرمای بیشتری رو حفظ میکنه و این پدیده منجر به گرمایش زمین میشه. این روند در طولانی مدت یعنی بیابانزایی، یعنی آب شدن یخ‌های قطبی و بالا اومدن سطح آب اقیانوس‌ها، یعنی طوفان‌ها و جو متشنج، یعنی نابودی کشاورزی، نابودی شهرها و بیخانمان شدن میلیون‌ها نفر. اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، گرمای زمین به حدی میرسه که حتی اگر انسان مصرف سوخت‌های فسیلی رو پایان بده هم دیگه راه بازگشتی براش وجود نخواهد داشت. در حال حاضر انسان به جز زمین سیاره دیگه‌ای برای زندگی کردن نداره. پس بهتره پیش از اینکه بیشتر از این دیر بشه اون رو دریابیم. ما رو در پادکست‌های بعدی دنبال کنید. حامی صلح برای همه موجودات باشیم.